سالیانی دور نزدیکای سوق، رستم رسید به یه شهر بزرگ. کجا نام آن شهر بیداد بود، کجا نام آن شهر بیداد بود. همه خوردنی ها ز مردم بودی. یعنی چی؟ یعنی مردمو میخوردندی. بله، حتی میخوردن بچه ها رو. همه خوردنی ها ز مردم بودی. پری چهره ای هر زمان گم بودی. ایرانیا تا فهمیدن یهو خیلی ترسیدن. رستم 3000 زره دار و سوار با گستم فرستاد سمت دژ آدم خورا. پادشاه شهر کافور بود، قیافش خیلی ناجور بود. آخ آخ کافور بود. کافور وقتی که گستم دید با تمام توان فریاد کشید. گشت تازه. تیر بارون تیر بارون تیر بارون. بزنید بزنید تک تکشونو بزنید بخوریم یک یکشونو. وای بیژن بیژن برو پیش رستم بگو با 200 تا سوار بیاد کمک این جوان است. پتیکو 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 پتیکو. آهای ای سگ بد و نر، کنون رزم و بزم تو آرم به سر. آخرش چی شد؟ بینداخت تیغی به کردار تیر، سپر را برآورد گرد دلیر. عمودی بزد بر سرش پور زال، ابر هم شکستش سر و تر گویال. این است سزای آدم خاران.